سلام، میخواستم خدمتتون گوشی شیائومی می مکس رو معرفی کنم. من خودم میخواستم این گوشی رو بگیرم، تو اینترنت گشتم، خیلی ویدیوهای خاصی برای توضیح دادن در مورد گوشی وجود نداشت، مخصوصا به زبان فارسی. گفتم یه دونه ویدیو خودم پر کنم، یه توضیحات مختصری بدم برای کسایی که دوست دارن گوشی می مکس رو بگیرد یا حالا میخوان بدونن که چه چیزهایی داره. تا جایی که من دیدم 3 مدل از این گوشی وجود داره تو بازار: 32 گیگ، 128 گیگ و 64 گیگ. گوشی که من دارم 64 گیگه. تفاوتش با 32 گیگ یکی تو سی پی یوش هست که سی پی یو 32 گیگ اسنپ دراگون 650 هست و 64 گیگ هم اسنپ دراگون 652 هست و تفاوت دیگه هم که همون 64 گیگ بودنش. 128 گیگ که فکر میکنم رمش 4 باشه، هنوز حضور ذهن درستی ندارم، ولی 64 و 32 مطمئنم که دوتاشون رمشون 3 هست. این هم تفاوت 32 با 64ش که اسنپ دراگون 652 خیلی بهتر از 650 هست، مثلا تو سرعت خود سی پی یو. ظاهر گوشی هم تو که میبینید ظاهر خیلی خوبی داره، کیفیت ساختش خیلی خوبه. گوشی که من گرفتم رنگ طلایی هست که رنگ طلاییش هم این شکلیه، مشکی و سفیدش هم موجود هست. این جلوی گوشی که میبینید صفحه نمایش 6.4 اینچه که واقعا صفحه نمایش بزرگی است و برای کسایی که دوست دارن گوشی بزرگی داشته باشن خیلی عالی. 3 تا دکمه داره که اینجا هست، زیرشون نور وجود داره. این هم پشت گوشی، حسگر اثر انگشتشه. بالای گوشی برای هدفون انفرادی که میتونید باهاش کنترل تلویزیون و وسایل دیگر رو داشته باشین. این هم جای شارژ، بلندگو و میکروفون. حسگر اثر انگشت خیلی دقیق و حساسه، به محض اینکه بزنید صفحه باز میشه. کیفیت صفحه نمایش همون جوری که میبینید خیلی خوبه، از اون چیزی که خود من فکر میکردم خیلی بهتر هست. رنگا عالی، کیفیت صفحه نمایش عالی. بعد نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم، اندرویدی که روی گوشی بود اندروید 6 بود و رابط کاربری خود شیائومی که خیلی شبیه به هواوی ها هست، اگه دیده باشید همون تقریبا همونه و خیلی تفاوت خاصی من ندیدم به جز چیزهای کوچولو. تا امروز که چهارشنبه 3 آذر هست آپدیتی براش نیومده، نه برای رابط کاربریش نه برای اندرویدش. تا الان که من گوشی دستم بوده هیچ هنگی نداشته، هیچ مشکلی نداشته. برنامه ها خیلی راحت نصب شدن، خیلی سریع اجرا شدن. من بازی خیلی سنگینی روش نصب نکردم، ولی همین بازی هایی که نصب کردم حالا یکیشون اجرا میکنم، هم صدای گوشی رو ببینید، هم حالا که یه مقداری هم ببینید که مثلا چه شکلی هست. این که میبینید خیلی راحت و روون بازی اجرا میشه و هیچ مشکلی هم نداره. کیفیت صدا خوبه، کیفیت صفحه نمایش خوبه و در کل تا الان من مشکل خاصی از این لحاظا ندیدم. خب دیگه نکته دیگه که بخوام بگم، دوربین عقب 16 هست، دوربین جلوش سلفیش 5 هست. دوربین اصلیشو من خیلی دوست ندارم، کیفیت خیلی جالبی نداره. توی نور بیرون روز باشه خوب عکس میگیره، عکساش قابل قبوله، ولی داخل خونه نه. منوی خاصی نداره دوربینش، رابط کاربری خاصی نداره. یه سری تنظیمات و یه سری انتخابات داره که اینجا میبینید، مودای مختلف. فقط این مود منوال یا دستیش هست که میتونید مثلا فوکوس و دستی انجام بدید، وایت بالانس و دستی انجام بدید،
مثلا ISO رو خودتون تصحیح از اتو خارج کنید، از 100 داره تا 3200 داره. در کل از کیفیت دوربینش خیلی من راضی نبودم. یه چیز جالب دیگه که داره این برنامه تم هست. کلا شیائومی از گوشیاش خوب پشتیبانی میکنه. خیلی راحت میتونید در اینترنت وصل وارد این برنامه بشید. کلی حالت مختلف برای گوشیتون هست که میتونید دانلود کنید و استفاده کنید و اینا. والپیپر مثلا اگه بخواید میتونید وارد اینجا بشید و کلی والپیپرهای خیلی زیاد زیبا که میتونید دانلود کنید استفاده کنید. یه مشکل دیگه که داره این دکمه ها حتما باید بزنید سر خود دکمه تا عمل کنه. مثلا یک کمی کنارش هم بخوره عمل نمیکنه. یه مشکل دیگه که باز من دیدم توی تاچشه. تو بعضی برنامه ها تاچش درست کار نمیکنه. مثلا توی برنامه دیجیکالا مثلا دارین اینجا کار میکنه دیگه تاچش یه دفعه گیر میکنه. مثلا گیر کرد. از این برم دیگه نمیاد. تو فقط بعضی برنامه‌ها نمیدونم فکر کنم فقط با یه سری از این برنامه‌ها این مدلی مشکل داره، چون بعضی برنامه‌ها بیشتر برنامه‌ها مشکل خاصی نداره و خیلی راحت تاچش عمل میکنه. مثلا توی این برنامه هیچ مشکلی نداره و تاچ هم خیلی راحت داره عمل میکنه. در کل خیلی چیز اذیت کننده ای نیست دیگه. کیبوردش هست. کیبوردی که من استفاده میکنم کیبورد گوگل و یه کیبورد دیگه داره به نام این های تپ. اینو من الان گذاشتم و این مشکل داره. حالا مال خودش هم هست ولی نمیاره اصلا برای نوشتن. هیچ اصلا کیبورد نمیاد. حتما باید برید همون کیبورد پیشورز خود گوگل رو استفاده کنید. حالا من اینجا میارم نشونتون میدم. اینجا باید برید تو این و حتما این کیبوردتون از این وردارید و بذارید رو این که اینم خیلی مشکلی نداره. کیبورد بدی نیست و من راضی بودم ازش. هم دقتش خوبه، هم خیلی راحته، هم فارسی رو ساپورت میکنه. اینم فارسیش خیلی هم هیچ مشکلی هم نداره. دقتش هم خوب بالا هست و به مزه که بزنید اتفاق میفته. کلمه ها هم خودش تحسین میکنه. اینم بحث کیبوردش. بعد یه نکته دیگه باتریش واقعا عالیه. یعنی اصلا عجیب غریب. الان من از دیروز ظهر فکر کنم تا الان که 100% بوده همش داشتم ازش استفاده میکردم، برنامه نصب میکردم، بازی میکردم، به اینترنت وصل بودم و اینا و باتریش حالا تازه شده 41%. یعنی واقعا باتریش هیچ جایی برای ایراد گرفتن نگذاشته. دیگه میخواین حالا یه دونه چیزم براتون پخش کنم، یه دونه ویدیو هم براتون پخش کنم که ببینید کیفیت تصویرش هم ببینید. اینم کیفیت ویدیوش هست. این کیفیت ویدیوش. غیر از همین نکته هایی که گفتم حالا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. دستگاه داغ نمیکنه، باتریش فوق العاده است، کیفیت صفحه نمایشش خوبه، کیفیت ساختش خوبه، کیفیت تاچش نسبتا خوبه، دوربین خوبی نداره، واقعا بزرگه، برای کار کردن با یه دست نیست. اگه از گوشی بزرگ دوست ندارید اصلا این به کارتون نمیاد، اذیت میشید، حمل و نقلش مقداری سخته، صحبت کردن باهاش طولانی مدتش سخته. بعد حتما رام گلوبالش رو بگیرید. رام چینیش هم هست، رام چینیش رو اصلا نگیرید، رام گلوبال بگیرید. من گوشی که گرفتم از اول رام گلوبال بود، همونطور که می‌بینید پلی استور روش هست و برنامه‌های گوگل. یه سری برنامه‌ها خودش داره، برنامه‌های خوبی هست، مثلا کنترلش، این اکانت خود شیائومی، آپدیترش، اینا هم کاربردی هست. کلا خیلی چیز اضافه روی گوشی وجود نداره و خودتون باید هی برنامه روش نصب کنید. هنگ نمیکنه، قفل نمیکنه و
کیفیت آنتندهی، کیفیت وایفاش خوبه. امیدوارم که تونسته باشم کمکی بکنم. موفق باش.